3 اپریل در شهر سمرقند در حوزه همایش آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف ملاقات نمودند. در واخوری وضع و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان اینچنین مسائل‌های مبرم بین‌المللی و منطقوی بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از سرعت رشد همکاری از جمله در بخش‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و گومانیتری اظهار قناعتمندی نمودند. شوکت میرزیویف بار دیگر از تأثیراتشان از چهاربینی‌های چند پیش در شهر خوجند برگزار شده یادآور گردیده به جریان و نتیجه‌های آنها بهای بلند دادند. از امضای عهدنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درباره مناسبت‌های همپیمانی اظهار قناعتمندی کرده شده و بار دیگر اهمیت آن در رشد همکاری بین دولتی تاکید گردید. با مسائل گسترش همکاری در بخش‌های گوناگون صنعت، تطبیق امکانات صادراتی و سرمایه‌گذاری و وسعت رابطه‌های بین منطقه‌ها توجه زیاد ظاهر گردید. همچنین اوید بعد دیگر موضوع‌های مورد توجه مشترک گفتگوی سودمند صورت گرفت.